برای تیم استقلال. صادقی، منی با پای چپ میفرسته دروازه، فرصت برای استقلال و توی دروازه یه گل دیدنی از شفیعی. 1-1 مساوی. یک ذخیره طلایی میشه شفیعی در دقیقه 81. استقلال 1 نصر کرمان 1. پاس عالی منی و ضربه تمام کننده حمید شفیعی. این پاس زیبایی است که منی میفرسته و شفیعی نشون میده که چارچوب خوب میشناسه. نگاه کنیم یه تک ضربه دقیق به توپ زد و بغل پا توپ رو جایی فرستاد که رحمتی هم نتونست بگیره. رحمتی که بیشتر توپا رو گرفته بود با این شیرجه بلند و قشنگش هم به توپ نرسید.